اگه میخوای در دوران پیری استخوان‌های قوی و سالمی داشته باشی، این ویدیو رو تا آخر ببین. ممنون از اینکه ما رو لایک و سابسکرایب میکنی. پوکی استخوان از جمله بیماری‌های خاموشیه که با بالا رفتن سن ناگهان خودش رو نشون میده. البته باید به این نکته اشاره کنیم با بالا رفتن سن استخوان‌ها به مرور نه تنها توانایی جذب کلسیم رو از دست میدن، بلکه کلسیم و بسیاری از مواد معدنی مهم رو نیز از خودشون دفع می‌کنن. این عملکرد ریسک پوکی استخوان رو بسیار بالاتر میبره. این اتفاق در خانوم‌ها چند برابر آقایون رخ میده. اگه میخوای در پیری دارای استخوان‌های قوی و سالم باشی، اسکلت بدن خودتو با این 4 منبع کلسیم که توی ویدیو گفته میشه پر کن. یکی از موادی که موجب حفظ تراکم استخوان‌ها میشه لوبیا چشم بلبلیه. متخصصان طب سنتی اعتقاد دارند که لوبیا چشم بلبلی دارای طبیعتی گرم و تره. لوبیا چشم بلبلی منبعی غنی از مواد معدنی مانند کلسیم، آهن، منیزیم و منگنزه. حضور این مواد در لوبیا چشم بلبلی اون رو به یک گزینه مناسب برای تقویت استخوان‌ها تبدیل میکنه. مصرف منظم این لوبیا میتونه به تأمین نیاز بدن به این مواد معدنی کمک کنه و خطر شکستگی و مشکلات استخوانی رو کاهش بده. برای حفظ سلامت استخوان‌ها و جلوگیری از مشکلات مرتبط با آنها، لوبیا چشم بلبلی رو در رژیم غذایی خودتون جای بدین. دانه چیا یکی از بهترین و مفیدترین دانه‌های خوراکیه. این دانه‌های سیاه و سفید آب دوست هستند و میتونن تا 12 برابر وزن خودشون آب جذب کنن. این دانه‌های ریز و مغذی میتونن به عنوان یک ابرغذا در رژیم غذایی نقش آفرینی کنن. خواص دانه چیا اونقدر زیاده که توصیه شده هر ورزشکاری باید مقداری از اون رو در کمد خودش داشته باشه. دانه چیا سرشار از چندین ماده مغذیه که برای سلامت استخوان‌ها مهمه. بسیاری از مطالعات نشون میده که دریافت کافی این مواد مغذی در رژیم غذایی روزانه برای حفظ تراکم مواد معدنی استخوان و در نتیجه استحکام اون بسیار مهمه. علاوه بر این ALA موجود در دانه چیا ممکنه در سلامت استخوان‌ها نقش داشته باشه. مطالعات نشون دادن که مصرف این ماده مغذی میتونه با افزایش تراکم مواد معدنی استخوان مرتبط باشه. بنابراین این امکان وجود داره که خوردن منظم دانه چیا بتونه به قوی نگه داشتن استخوان‌های شما کمک کنه. میتونید کلسیم رو از دانه چیا دریافت کنید. 2 قاشق غذاخوری از این دانه‌های فوق‌العاده حدود 152 میلی گرم کلسیم داره که 15% از نیاز روزانه شما رو تشکیل میدن. سنجد سرشار از فیبر و منبع غنی از کلسیمه. علاوه بر مصرف خوراکی، خواص دارویی درمانی قابل توجهی هم داره. بنابراین جلوی پوکی استخوان رو میگیره. سنجد دارای طبعی سرد و خشکه و گزینه مناسب برای افرادیه که طبعی گرم و تر دارن. سنجد دمای بدن این افراد رو پایین میاره و باعث سرد شدن و کم شدن رطوبت بدن افراد با طبع گرم میشه. سنجد برای ترمیم شکستگی و ترک استخوان بسیار مؤثره. در درمان پوکی استخوان به عنوان 4مین عامل مرگ و میر در جهان اثر معجزه آسایی داره، به طوری که میتوان گفت همه بیماران مبتلا به پوکی استخوان از سنجد غافل بودن. سویق سنجد به پودر سنجد همراه هسته اون که تفت داده شده گفته میشه. اگه دغدغه پوکی استخوان داری و به دنبال راه حل طبیعی برای تحکیم استخوان‌های خودتون هستین، مصرف سویق سنجد رو به شما پیشنهاد میکنم. مقادیر بالای کلسیم موجود در سویق سنجد باعث تقویت استخوان‌ها شده و به پیشگیری و درمان پوکی استخوان کمک میکنه.
به هیچ عنوان به مصرف کنندگان توصیه نمیشه که پودر سنجد رو با آب ترکیب کنن. بهتر روزانه 1 قاشق غذاخوری پودر سنجد در 1 لیوان شیر تازه گاو ترکیب و میل بشه. مقادیر بالای کلسیم موجود در سویق سنجد باعث تقویت استخوان‌ها شده و به پیشگیری و درمان پوکی استخوان کمک میکنه. به هیچ عنوان به مصرف کنندگان توصیه نمیشه که پودر سنجد رو با آب ترکیب کنند. بهتر روزانه 1 قاشق غذاخوری پودر سنجد در 1 لیوان شیر تازه گاو ترکیب و میل بشه. مصرف این میوه به افرادی که دچار یبوست هستند توصیه نمیشه. مهمترین خاصیت سویق سنجد در افزایش قد و برای تقویت استخوان هاست، زیرا حاوی مقدار زیادی کلسیم و سویق سنجد یک استخوان سازه و برای افزایش قد در کودکان و نوجوانان بسیار مؤثره. سویق سنجد منبع فوق‌العاده کلسیم، فسفر، منیزیم و سوپرفلاوونوئیدهای دخیل در تشکیل اسکلت و رشد قدی و حتی تحریک بدن به تولید بیشتر هورمون‌های رشد هستش. افرادی که نرمی یا پوکی استخوان دارن سویق سنجد رو فراموش نکنن. سویق سنجد بسیار مؤثرتر از قرص کلسیم عمل میکنه. این داروی استخوانساز رو هر شب به میزان 2 قاشق چایخوری بدون آب میل کنید. اگه به دنبال پیشگیری از پوکی استخوان از طریق خوراکی ها هستید، باید بگیم از خواص سیرابی به هیچ عنوان غافل نشید. این نوع گوشت دارای مواد معدنی بسیار حیاتی مانند کلسیم و ویتامین دی و کا. زمانی که شما این گوشت رو به اندازه متعادل به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید، استخوان‌هاتون کلسیم بسیار بالایی جذب می‌کنن.